مرکز مطبوعات ملیسیای شهر دوشنبه خبر داد که باز یک ساکن پایتخت را برای مادرآزاری حبس کردند. هرچند احترام والدین قرض انسانی هر یک نفر به حساب رفته، شرف و مقام از خدمت و دعای مادر شخص را صاحب مرتبه میگرداند. متاسفانه بعضی از افراد در جامعه هستند که با عمل و رفتار و الفاظ قبیح باعث آزار والدین خود میشوند. اظهار تاسف میکند ملیسیای دوشنبه و میافزاید کارمندان ملیسا با مقصد پیشگیری از جنایت و نافهمی ها در عائله چاره میاندیشند و الکی چند فرزند را برای آزار و اذیت والدین به جوابگری کشاندند. از جمله شهروند مسافرov پرویز کامیلوویچ سال تولدش 1971 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه قاسموف نویه فردوسی عائله دار صاحب 2 فرزند برای آزار مادر و ویران نمودن ترتیبات جمعیتی دستگیر کرده شد. نامبرده صحنه 31 ینور سال جاری در حالت مستی به منزل استقامتیش واقع در کوچه قاسموف حاضر گشته با مادر و همسر برادرش مناقشه کرده نسبت آنها سخنهای قبیح زده است و ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده در نزد اطرافیان شأن و شرف نامبردگان را پس زده است. آمده است در اطلاعیه ملیسیای دوشنبه نسبت به مسافر و پرویز طبق طلبات ماده 460 میدو باشه کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده با قرار سود نسبتش جزا در نمود حبس ماموری به مدت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. ملیسیای دوشنبه قبلا نیز درباره حبس ماموری چند ساکن پایتخت با جرم آزار دادن مادر و همسرهایشان خبر داده بود.